روز سه‌شنبه در قسمت شرقی پایتخت افغانستان شهر کابل دو حمله طالبان مشاهده شد. سلاح‌بدستان بالای یک قرارگاه اداره اکتشافی حمله کرده محافظ آن را به قتل رساندند. در این حادثه یک کس دیگر مجروح شد. به قول پلیس یکی از حمله کنندگان مواد ترکنده در بدنش پنهان نموده را فعال کرده به هلاکت رسید و دومی را افسران پلیس به قتل رساندند. در حادثه دیگر بمبگذار مرتلب بالای کاروان پیمان ناتو حمله کرد. بر اثر این حمله کسی هلاک نشده است ولی 3 نفر از جمله راننده ماشین زره‌پوش زخم برداشتند. روز دوشنبه در کنارهای کیف جشنواره ینکا کوپالا برگزار شد. صدها نفر گلچنبر در دست در این جشنواره اشتراک کردند. هرچند این جشنواره نام یک سیمای برجسته نصرانی را دارد، در آن عنعنه‌های سرشماری دوران آتشپرستی اسلاویان‌ها اجرا می‌شوند. زنان گلچنبر را روی آب گذاشته مطابق به حرکت آن آینده خود را پیش بینی می‌کنند. جفت‌های جوان دستی به دست از روی آتش میپرند و این عنعنه از آن شهادت می‌دهد که آنها مشکل‌های حیات اولیوی را همراه پشت سر خواهند کرد. اداره شهرداری پایتخت گرجستان در چارچوب رفع خسارات آبخیزی اخیر به قبول عریضه‌های مردم آفت‌زده آغاز کرده است. تخمیناً 161 عائله برای برقرار نمودن خانه‌هایشان و یا استقامت تا زمان ترمیم منزل زیست از دولت کمک خواستند. بعد آبخیزی نزدیک 4.5 میلیون دلار برای احیای خانه‌های زیان دیده اختصاص داده شده است و احتمال می‌رود این مبلغ افزایش یابد. آبخیزی پایتخت گرجستان که 14 ایون شروع شده بود باعث فوت 19 نفر گشت.